ما امروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیمای تهران هستیم به همراه جمعی از مدیران و کارآفرینانی که در انجمن فرانگران نوین همراهی می‌کنند مجموعه باشگاه و انجمن رو. یکی از حلقه‌های گم شده در کارآفرینی عدم توجه به زنجیره و عدم توجه به تجربیات دیگران هست. در این همایش‌ها ما می‌توانیم از تجربیات بزرگان صنعت استفاده کنیم، از علم‌های جدیدی که در پژوهشکده‌ها متولد شده استفاده بکنیم. اون که امروز میتونه کشور ما رو نجات بده و بتونه رشد اقتصادی رو باعث بشه و وضعیت اشتغال، معیشت مردم بهتر کنه، حمایت از صنعتگر و حمایت از کارآفرینان هست. برای اینکه در صنعت برند بشی باید روزهای سخت و طاقت فرسایی رو پشت سر بذاری. امروز در این همایش برندهای حضور دارن که این روزهای سخت و طاقت فرسا رو پشت سر گذاشتن. پدر صنعت بتون ایران، شرکت محترم تهاب بتون، جناب آقای حسین فروتن مهر رو شایسته و بایسته ترجیح کنید. چقدر خوبه که همه ایران بتونن این بتون تولید کنن. این بتون عمرش 700 تا 1000 ساله، عمر کمی نیست. شرکت محترم پارسالیش پاسارگاز به مدیرعاملی جناب آقای حسن حلبسازان رو بله. مجموعه ما بالغ بر 42 سال در صنعت غذا خدمت داره که پدر بنده مؤسس این مجموعه بودن. زعفران مصطفی مدیرعامل احسان مصطفی. فرانگران تجربه آینده، ما آینده رو میایم نمایش میدیم به اعضایمون. شرکت محترم قصر موزاییک مدیرعامل جناب آقای امیر اعتمادی راد. خیلی آیتم ها هست برای خاص شدن یه برند و تجلیل از اون که میتونم واقعا به کیفیت اشاره کنم، به مشتری مداری اشاره کنم، به سابقه دراز مدت این کار اشاره کنم. شرکت محترم اندیشه پاک نامدار مدیرعامل جناب آقای باقر عباسی به عنوان مدیر شرکت فنی مهندسی در زمینه خدمات فنی مهندسی برند نمونه شناخته شدیم. شرکت محترم صنایع غذایی صدف مدیرعامل جناب آقای دکتر سید محمد علمخواه رو خواهش میکنم. مجموعه غذایی صدف مدام در حال بازآفرینی هست و بروز رسانی با شعب جدید، با کالاهای جدید. شرکت محترم کانسپت مدیرعامل جناب آقای مهندس مهدی صفایی. وقتی یک اتفاق این چنینی در کشور میفته یک موضوع بی‌نظیری رخ میده و اون اینه که خود برندها متوجه میشن که الان زیر یک ذره‌بینی قرار گرفتن و متوجه میشن که میتونه یک اتفاق فوق‌العاده براشون بیفته. توسعه پیمان تدیونی مدیرعامل جناب آقای مهندس روح الله تدیونی. شرکت ما در زمینه صنعت ساختمان فعالیت داره، مهندسی فروش و ساخت پروژه‌های سنگین و تئاتر ملک‌های بزرگ به عهده شرکت ماست. من خب فرانگران رو میشناسم و دیدم. خوشبختانه برندهای بسیار خوبی در اونجا جمع شدن. فرانگران بزرگترین کاری که تونسته بکنه اینه که صنعتگرا رو گرد هم آورده در استان و همچنین دفتر جدیدش که در دانشگاه فردوسی از 3 سال پیش تأسیس شده تونسته که هم علم دانشگاه و علم صنعت رو با هم دیگه کنار هم بیاره. فرانگران نوین یعنی دو بال پرواز.
فرانگران نوین یعنی تحقق آرزوها. مطمئنم با هم افزایی که داریم و با این اتحاد جمعی داریم مطمئنم به جای بهتری خواهیم رسید. احساس خودم اینه که نگاه فرانگران بر اینه که تمام این تفکر رو کنار همدیگه بذاره و من مطمئنم اتفاقای بسیار جذابی برای تمام این گروه به وجود میاد، به دلیل اینی که جمع کردن این افراد خودش بسیار سخته و هم فکری و کنار هم بودن قطعاً یه اتفاق فوق‌العاده در کشور میتونه ایجاد کنه. یکی از شعارهای اصلی ما در سال 1400 این هستش که با هم بودن زیباست. همچنان با هم، همواره امیدوار.